صورتش واقعا دیگه خوندن نداره، فقط یه دونه اطلاعاتی باید نگاه کنیم. این شکل رو داده، گفته این زاویه قائمه است، این زاویه هم قائمه است، اینجا 45 درجه است، اینجا 45 درجه است، این ارتفاع 12، این ارتفاع 8، این ارتفاع هم اچه. بعدم گفته که مساحت این ناحیه هاشور خورده 183 فیت مربع است. حالا ما واسه سادگی میگیریم متر مربع، جواب اون متر میاد، مهم نیست. خب 183 متر اچ چجوری به دست بیاریم؟ خب قاعدتا اچ رو بخوایم به دست بیاریم باید به مساحت ها گیر بدیم دیگه، ربط بدیم. من برای انجام این کار دو تا کار انجام میدم. اول اینو ادامه میدم که بیاد اینجا قطع کنه، چون این 90% این 45 اینجا هم 45 بس. همینجور اگه اون یکی زل رو ادامه بدم بیاد، اینم 45 میشه با همون دلیل، پس اینجا میشه 90 درجه دوباره. خب حالا یه مثلث، 3 تا مثلث داریم که همشون قائم الزاویه متساوی ساقینن. یعنی چی؟ اینو بذار در نظر بگیریم. فرض کنید من این ارتفاع اچ رو دارم، میدونم اینجا 45، اینجا هم 45، اینجا هم 90. خب مساحت این دایره، این مثلثه چی میشه؟ اگه اینجا 45 درجه است، اینم 45 دیگه، پس این دوتا برابرن، پس اینجا اچ، اینجا هم اچ، قاعده 2 اچ، ارتفاع هم که اچ، تقسیم بر 2 میشه اچ به توان 2. پس مساحت یه مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین در واقع میشه ارتفاعی که از اون زاویه قائمه به وتر وصل میشه، اون ارتفاع به توان 2. خب خیلی راحت اینجا میام میگم این مساحت هم اگه نگاه کنید، مساحت شکل، مساحت مثلا رنگی برابر مساحت یه مثلث بزرگه، میگم اس بزرگ به علاوه اینو میگم اس متوسط، اینی هم که اینجا خودم کشیدم میشه اس کوچیک، به علاوه اس متوسط منهای اس کوچیک. خب مساحت رنگی چقدره؟ 183 میلیمتر. اس بزرگ، مثلث بزرگ ارتفاعش 12، گفتیم که مساحتش میشه 12 به توان 2. مثلث متوسط ارتفاعش 8 میشه 8 به توان 2. مثلث کوچیک ارتفاعش h به توان 2. از اینجا میگیم h به توان 2 اگه ببرم اونور میشه 12 به توان 2 144 به علاوه 64 8 به توان 2 منهای 183. اگه اینا رو همش رو از هم کم کنیم 144 به علاوه 64 اول میشه 208. پس 8 تا اونجا اضافه داریم، 17 تا هم اینجا کم داریم، 8 و 17 25. از اینجا نتیجه میگیریم h مساوی 5.